سحرگاهی ز بازیگاه طفلان کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا، مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشکی از کنار چشم من بی پرده پایین شد، ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش به دنبال جواب نغز پالیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلبندم، تو میدانی که میهن چیست؟ بگفت: آری، تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوسی به رخسارش و غمگینانه افسودم: اگر در یک شب تاریک مشتی دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان برونایی و شبها را به روی سنگ فرش مردم دیگر بیاسایی، مهاجر میشوی فرزند، مسافر میشوی دلبند. سرشک تازه‌ای چشمان فرزند مرا تر کرد و اندوهی روانش را مکدر کرد. آنگه گفت: دانستم مهاجر آدم بی خانه را گویند و من مصرع شعر ساده اش را ساختم تک بیت و در زیر لب افسودم: نیکو گفتی عزیز من، مهاجر آدم بی خانه را گویند، مهاجر قمری گیلانه را گویند.